امروز میخوایم آموزش شستن پرده رو با ماشین لباسشویی بهتون یاد بدیم. یه کار تکنیکی هست که اگر بلد نباشی هم پرده آسیب میبینه هم ماشین لباسشویی. ببینید اولین کاری که میکنید این پرده ها رو باز کنید و تمام متعلقات پلاستیکی و فلزیش رو باز کنید. یعنی هیچ کدوم از این آویزها و این حلقه های پلاستیکی هیچ کدوم روش نمونه، چون هم پرده آسیب میبینه داخل لباسشویی هم لباسشوییتون آسیب میبینه. دومین کاری که میکنید اینه که از یه برنامه خیلی خوب استفاده کنید که معمولا لباسشویی‌های دیجیتالی یه برنامه دارن به اسم برنامه کارتن، یعنی پرده. حالا یه لباسشویی دیگه هم مثلا میشه از ایزیکر یا دیلیکیت استفاده کرد که همه اینا رو بندازیم دور. یه پیشنهاد براتون دارم، از برنامه روتین روزانه‌تون استفاده کنید با دمای زیر 40 درجه و دور خشک‌کن صفر. یعنی دور خشک‌کن صفر، هیچ دور خشک‌کنی نباشه. مایع، چه مایع استفاده کنیم؟ پودر استفاده کنیم یا مایع؟ به نظر من مایع استفاده کنیم، چون هم کف کمتری میکنه و اینکه هم تمیزی بهتری داره و نصف اون مایعی که برای لباساتون استفاده میکنید برای پردهتون. یعنی اگر یک استکان برای لباساتون میریزین، نصف استکان برای پرده استفاده کنید. ببینید و مورد بعدی که خیلی مهمه اینه که اصلا دور خشک‌کن رو باید بیاریم رو صفر، چون پرده ها چروک نمیشه و پرده زیاد نیازی به خشک کردن آنچنانی نداره. بریم از طریق ماشین لباسشویی و تصویری اونجا بهتون آموزش بدم که روی چه برنامه‌ای بذاریم و چجوری ادامه بدیم. خب ببینید دوستان، در ادامه ویدیومون برای شستن پرده اینجا ببینید ما یک برنامه روتین روزانه رو انتخاب میکنیم. اینجا ببینید دور خشک‌کن رو میاریم روی صفر. ببینید دور خشک‌کن رو میاریم روی صفر، یعنی خشک‌کن اینجا وجود نداره و استارتش میکنیم. ببینید به این اندازه ما مایع استفاده میکنیم. ببینید این اندازه، زیاد استفاده نمیکنه. پس بذار مرور کنیم. ببینید یه برنامه روتین روزانه میخوایم با یه دور خشک‌کن پایین. دما رو هم باید بیاریم زیر، من 20 درجه رو انتخاب میکنم، 30 درجه هم جواب میده. دمای زیر 40 درجه، خشک‌کن صفر و یک برنامه روتین روزانه میتونه کاملا پرده های خونتون رو تمیز کنه و مثل روز اول مرتب و منظم باشه. بعد که کار تموم شد از لباسشویی درش بیارید و متعلقاتش رو وصل کنید و دوباره نصبش کنید. برای آموزش‌های بیشتر تو کانالمون بمون، سابسکرایب کن و آموزش‌های بعدیمون رو از دست نده. بهت قول میدم که پشیمونت نکنی.